مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 20 مای سال 2022 از آشکار شدن یک حالت دزدی غیر عادی خبر داد. بنا به این منبع هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 48 ساله ساکن شهر کولاب همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. وزارت کارهای داخلی گفت این دزد کیسه‌بر صحنه 7 مای سال 2022 تخمین ساعت 12:30 در کوچه گپرزیم پایتخت با روی پنهانی از جیب پیرمرد 84 ساله ساکن شهر دوشنبه 4650 سومانی دزدیده از جای حادثه غیب زده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. بر اساس ماده 244 کودکس جنایتی تاجیکستان به دزد کیسه‌بر از 2 تا 5 سال زندان تهدید می‌کند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روز 19 مای سال 2022 در راههای جمهوری باز 2 صدمه مرگاور روی داده باعث مرگ 3 نفر شده است. از اول هفته جاری وزارت کارهای داخلی الکی درباره هلاکت 7 نفر در 6 صدمه مرگاور در راههای تاجیکستان خبر می‌دهد. بنا به این منبع 19 مای سال 2022 تخمینا ساعت 12:15 راننده ماشین تمغه تویوتا قابلوف دلیر سال تولدش 1979 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت از سمت کوچه شمسی به سمت کوچه رحیمی از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگرد قمریف عبدالحلیم سال تولدش 1944 ساکن پایتخت را پخش نموده است. در نتیجه پیرمرد 78 ساله جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. همین طریق شب 19 مای سال 2022 تخمینا ساعت 00:30 راننده موتورسیکل منگیوروف یولدوش سال تولدش 1989 ساکن نویه 5 هنگام حرکت در حدود دهه دهبلند از عهده اداره موتورسیکل نبرآمده به سمت مقابل راه برآمده به موتورسیکل دیگر تحت اداره شریپوف یعقوب سال تولدش 1989 ساکن نویه مذکور برخورده است. در نتیجه شریپوف و مسافرش جباروف بیگمت سال تولدش 1986 ساکن امین نویه جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیدند. منگیوروف جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. از روی این حادثه ها تحقیقات ادامه دارد. راههای تاجیکستان از لحاظ شماره صدمه ها پرخطر شمرده می شوند. بنا به آمار رسمی سال 2021 بر اثر 1102 صدمه نقلیاتی در راههای این کشور 395 نفر به هلاکت رسیده 1218 نفر جراحت جسمانی برداشتند.